شامی گذشته مرکز شهر دوشنبه عزیز ایدی حقیقی را میماند. در دوره رقابت‌های دور اولی لیگ قهرمانان آسیا باشگاه استقلال در میدان مرکزی شهر تیم الدوحیل قطر را پذیرفت. بازی با وقت دوشنبه ساعت 21 شروع می‌شد و مخلصان فوتبال وطنی باشند 3 ساعت پیشکی عازم ورزشگاه می‌گشتند و در سکوهای میدان جایهای خویش را اشغال نموده انتظار شروع این بازی تاریخی بودند. این مراتبه اول است که باشگاه استقلال بازی‌های مرحله گروهی خویش را در این مسابقه محتشم باشگاهی در میدان خانگی خود دایر می‌کند. بار اول آخر سال 2021 در همین ورزشگاه استقلال بعد برآمد عالی در این مسابقه باشگاه پرسپولیس ایران را در مرحله هشت نهایی در ورزشگاه مرکزی پذیرفته بود. همکنون این موسم هواداران فوتبال تاجیک می‌توانند از نزدیک بازی تیم دوست داشته خود را در لیگ چمپیون‌ها دیدن بکنند. аввалан ёдовар шуд ки мо ҳамчун мухлисои дастаи равшани кӯлоб ҳастем ва ба хотири мухлисӣ кардан ва дастгирӣ кардани футболи тоҷик ба истиқлол мухлисӣ омадем. Аз ҳамин сабаб мо ҳамчун мухлис гуфтанӣ ҳастем ки дастаи Al-Duhail барои мо на он қадар дастаи ошно аст. Бидуни Филиппе Каутиньо фикр мекунем ки дастаи истиқлол ба боварӣ метавонад ки ғалаба кунад. همین گونه انتظارها نیز به پایان رسید و دسته‌ها به میدان برآمدند. بازی را شاگردان ارنان کرسپو آغاز بخشیدند. به هیئت اولیه و حتی ذخیروی شامل نشدن بهترین بازیگر دسته الدوحیل در حال حاضر مایکل اولونگی کنیگی برخی ها را به تعجب آورد و برخی دیگر از غایبی او خوشحال هم گشتند. قسمت اول رقابت دسته‌ها بازی یکدیگر را می‌آموختند و حتی بار هم نه بازیگران استقلال و نه باشگاه الدوحیل ضربه مستقیم سمت دروازه روان کردن نتوانستند. نبودن بهترین نشانزن تیم قطری اولونگا خیلی خوب احساس می‌شد. بازیگران تیم مذکور بعد آنکه توپ را نزد جریمه‌گاه می‌آوردند یا آن را از دست می‌دادند و یا بلندتر از دروازه روان می‌نمودند و خلاص. سرخپوشان ما از روی سرعت بازی نسبت به حریف کمی برتری داشتند. خیلی زود بعد توپ را به دست گرفتن بازی را به طرف جریمه‌گاه حریف می‌کشانیدند، ولی این همه کوشش در قسم اول هیچ برتری به تیم نآورد و دسته‌ها با حساب 0-0 به تنفس رفتند. در قسم دوم بازی استقلال باز هم بهتر گردید. دستگیری بیشتر از 18,000 مخلص تاثیر مثبت خویش را به بازی فوتبال بازان می‌رساند. در ابتدای رقابت سرخپوشان ما چند حمله خفناک را سمت دروازه حریف سازمان دادند، ولی حملهگران و نیم حمایتگران هجومی کمی سراسیمه شده از این امکانات به خوبی استفاده کردن نتوانستند. ارنان کرسپو اولین شده به هیئت خویش تغییرات وارد نمود. سابق بازیگر تیم ساندرلند و جوانان فرانسه ایساق حاجی نیز بعد به میدان برآمدنش هیچ خلاقیت در بازی الدوحیل ظاهر نکرد. در رفت رقابت مذکور تنها یک ضربه مستقیم به خط گرفته شد که آن را هم میزبانان زدند. ایگور شرفچنکو تنها در دقایق ایلاوگی 2 تغییرات نمود و این بازی زیبا و جذاب بدون گل جنبست گردید و تیم‌ها امتیازها را با هم تقسیم کردند. Next up, FC Istiklal travel to star-studded Al Nassr, while Al Duhail travel to Iran to face Persepolis. بعد از به انجام رسیدن رقابت مذکور نشست مطبوعاتی دایر گشت. به نزد نمایندگان وسایط اخباری ما برای جواب دادن به سوال‌ها از تیم الدوحیل تنها ارنان کرسپو سرمربی حضور آورد. کرسپو از سوبرانی خوبی دست پرورانش گفت و قید کرد که امکانات‌ها بودند ولی خط دفاعی استقلال نسبتاً خوب بازی کرد و ما نتوانستیم گل بزنیم. در ادامه ضمن نمود که دسته میتواند از این هم بهتر بازی کند، چون که موسم نو شروع شده است و تا بازی آینده میتوانیم از عهده برطرف نمودن یک چند اشتباهات دیگر برایم. ایگور چرفچنکو هینی صحبت با نمایندگان وسایط اخباری ما از بازی خوبی شاگردان خویش و سازمان دادن امکانات گلزنی گفت. همچنین قید کرد که با بازی خوبی خط دفاع و در کل نشان ندادن نقطه ضعف تیم ما نسبت به حریف برتری داشت. علیشر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال و بهترین بازیگر دیداری مذکور در نشست مطبوعاتی از هیجان زیادی برخی از بازیگران دسته گفت و علاوه نمود که در بازی‌های آینده این کمبودی حتما برطرف کرده می شود. در بازی دیگری همین گروه در ورزشگاه آزادی شهر تهران تیم پرسپولیس النصر عربستان سعودی را پذیرفت. رقابت با 2 گل بی‌جواب سعودی ها ختم گشت. چمن میدان در ابتدا تاثیر منفی خویش را در رفت میدانداری می‌رساند و حتی در دهه اول مهدی ترابی از حالت بدی چمن آسیب برداشته میدان را ترک کرد. قسم اول رقابت بدون زدن گل جنبست شد. بالای سوخت نمک و بعد جراحت برداشتن مهدی ترابی حمله‌گر اساسی دسته پرسپولیس در آغاز قسم دوم مهدی سرلک بعد قاعده ویرانکنی نو قدر دغل با کارت سرخ مستقیم از جانب داوری ازبک جزا داده شد. بعد این کمبودی نوبتی رونالدو و همتیمیانش شماره زیادی حمله‌های خوفناک را سمت دروازه علیرضا بیرونوند سازمان می‌دادند. عبدالرحمن غریب در دقیقه 62 از پس مارسلو بروزویچ استفاده نموده حساب را باز کرد و بعد 10 دقیقه حمایتگر این دسته محمد قاسم النحلی با یک ضربه قوی خویش گل نوبتی را زده حساب را 2-0 ساخت.
ҳамин гуна дидори мазкур бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаст шуду тими Ал-Наср соҳиби 3 имтиёзи зарурӣ гардид. Lost forward Mehdi Tarabi to an injury early on. They never really settled as an attacking force.